سلام دوستان عزیزم، امروز میخوایم با هم این خورش آلوی مجلسی رو درست کنیم. اینجا مواد لازم رو وسطون نوشتم. داخل یک قابلمه مقدار روغن بریزید و یک پیاز نگینی خرد شده رو بهش اضافه کنید. بعد اینکه پیازا کمی سبک شد گوشت رو بهش اضافه کنید و مقداری فلفل سیاه و زردچوبه رو هم اضافه کنید. بعد اینکه گوشت مقداری سرخ شد یک قاشق رب گوجه رو بهش اضافه میکنیم و خیلی خوب تفت میدیم. بعد اینکه رب خوب سرخ شد و به خورد گوشت رفت و اینکه آب پیاز چیده شد بهش مقداری آب جوش اضافه میکنیم و میذاریم که گوشت خوب بپزه. خیلی ظرف دیگه‌مون یه مقداری روغن و یه پیاز رنده شده میریزیم و مقداری زردچوبه بهش اضافه میکنیم که سبک بشه. یه کمی سرخ که شد آلوها رو بهش اضافه میکنیم و یه مقداری تفت میدیم که پیازا به خورد آلو بره و با هم دیگه سرخ بشن. بعد اینکه کمی سرخ شدن یه قاشق غذاخوری دیگه رب که داشتیم و بهش اضافه میکنیم و خیلی خوب تفت میدیم که رب هم به خورد مواد خورشمون بره. بعد اون زرشکی که داشتیم و اضافه میکنیم، اونم تفت میدیم باهاشون اما به مقدار خیلی کم که زرشکمون نسوزه. بعد اینکه کمی تفت دادیم حالا نوبت اضافه کردن آب جوشه. به مقدار لازم آب جوش میریزیم. بستگی به سلیقه خودتون داره که میخواین خورشتون چقدر آب داشته باشه. من اکثرا خورشامو خیلی قوامدار درست میکنم. آخر سرم یه مقداری نمک بهش اضافه میکنیم. نیم ساعت مونده به سرو خورش مواد خورش رو به گوشت اضافه میکنیم و میذاریم که خیلی خوب قوام بیاد. نیم ساعت تا 40 دقیقه کافیه که خورشمون قوام بیاد و همه مواد به خورد هم برن. آخر سرم نمک به مقدار لازم اضافه میکنیم. اگه این خورش خوشمزه رو درست کردین نوش جونتون. خوشحال میشم که از صفحه اینستاگرامم هم دیدن کنید برای دیدن کلی رسیپی‌های جذاب به اسم فود بای سارا.